بریم سراغ گرانترین انتقال‌های تاریخ فوتبال. رتبه دهم جک گریلیش از استون ویلا به منچستر سیتی سال 2001 به 2022 و با 118 میلیون همون سال 2022. شماره 9 آنتوان گریزمن از اتلتیکو مادرید به بارسلونا سال 2019 و 2020 120 میلیون. شماره 8 هازارد که یکی از به درد نخورترین و بدترین خریدهای رئال بوده از چلسی به رئال مادرید از سال 2019 2020 121 میلیون. شماره 7 انزو فرناندز از بنفیکا به چلسی سال 2022-2023 از 121 میلیون. شماره 6 ژائو فیلیکس سال 2019 سال 2020 از بنفیکا به اتلتیکو مادرید با قیمت 127 میلیون. شماره 5 عثمان دمبله از دورتموند به بارسلونا سال 2017-18 135 میلیون. و شماره 4 کوتینیو یکی از بدترین خریدهای بارسلونا از لیورپول به بارسلونا سال 2017-18 135 میلیون. شماره 3 که خرید امسال هم هست فلوریان ویتز از لیورکوزن به لیورپول سال 2026 و شماره 2 کیلیان امباپه از موناکو به پاریس سن ژرمن سال 2018-19 با 180 میلیون. نیمار جونیور شماره اول ماست از بارسلونا به پاریس سن ژرمن سال 2017-18 با 222 میلیون.